سلام به شما دوست عزیزم، وقتتون بخیر. از شما خیلی قدردانم که زمانی رو برای مشاهده این ویدیو اختصاص دادین. من حبیب صوفی هستم، مشاور ارشد شرکت نیوشا. از شما دعوت میکنم تا در جهت آشنایی با قسمتی از محصولات شرکت نیوشا تا انتهای این ویدیو رو با ما همراه باشین. دوستان، در این ویدیو معرفی محصولات رو در 7 دسته برای شما انجام میدیم. دسته اول چای های خالص نیوشا. در تولید چای های نیوشا برای رنگ و عطر بیشتر از هیچ گونه رنگ، خاک چای و مواد شیمیایی استفاده نمیشه. کیفیت محصول مهمترین اولویت ما بوده تا شما لذت بیشتری رو بتونید از رایج ترین نوشیدنی ایرانی ها ببرید و همچنین در کنار این لذتی که دارید تجربه میکنید به سلامتی شما هیچ آسیبی وارد نشه. چای های سیاه خارجی. چای ویژه. چای ویژه مخلوطی از مرغوب ترین چای های کلکته و سیلان هست که با فرمول ویژه‌ای ترکیب شده. چای ویژه نیوشا دارای طعمی گس، دلنشین و رنگی غلیظه، در عین حال روشن. این محصول پرفروش‌ترین چای فله نیوشا هست که ما داریم معرفی میکنیم، چرا که از لحاظ رنگ، طعم و مزه کاملا با ذائقه ما ایرانی ها هماهنگه. دوستان، این چای مناسب کسایی هست که چای رو با عطر طبیعی ترجیح میدن به چای عطری. زمان دمی که برای این چای بهترین کیفیت رو به شما میده بین 12 تا 15 دقیقه هست. اما چای بعدی چای شکسته آسام و سیلان هست. چای شکسته آسام و سیلان مخلوطی از مرغوب ترین چای های آسام و سیلانه که با فرمول ویژه‌ای ما ترکیبش کردیم. چای های آسام و سیلان شکسته دارای طعمی طبیعی بسیار قوی و گس هستند. برای افرادی مورد پسند هستند که به چای های دیردم، گس و با عطر بسیار قوی چای خارجی علاقه‌مندند. دوستان عزیزم، این محصول برترین چای شرکت نیوشا هست و در چای های بسته بندی که در ایران وجود داره به طور قطع ما میتونیم بگیم که مشابهی نداره و به معنای واقعی این چای یک چای مجلسی هست. زمان دم این چای هم 12 تا 15 دقیقه است. چای CTC یا سیاه گرد یا همون چای کله مچه‌ای. چای CTC یه چای زود دم و بسیار خوش عطره، معمولا برای چای های صبحانه استفاده میشه. بهترین نوع چای CTC دنیا توی کشور کنیا تولید میشه که شرکت نیوشا از مرغوب ترین چای CTC کنیا برای محصول خودش استفاده میکنه. چای CTC نیوشا به صورت چای کیسه ای هم در بسته‌بندی های 20 عددی و 160 عددی لفاف دار و 25 عددی و 100 عددی بدون لفاف هم ارائه میشه. بعضی از مردم ایران به دلیل تجربه های تلخ گذشتهشون فکر میکنن که چای های کیسه ای بسیار بیکیفیت یا خاک چاییه، در صورتی که از چای های CTC مرغوب ما استفاده میکنیم برای تولید این چای ها. شما میتونید هر کدوم از این تیبک ها رو در یک خوری دم کنید و یک چای به اندازه 3 تا 4 نفر به شما میده. معمولا برای چای صبحانه میتونید از این چای ها استفاده کنید، یا زمانی که زمان زیادی رو برای دم کردن چای ندارید میتونید از یک چای تیبگ نیوشا استفاده کنید و مطمئن باشید کیفیتی نزدیک به کیفیت یک چای دمی رو در اختیار شما قرار میده. در تولید محصولات کیسه‌ای نیوشا از نخ و محصولات سلولوزی قابل جذب در محیط زیست استفاده شده و هیچ گونه ضرری برای سلامتی و همچنین محیط زیست نداره و کاملا مناسب سبک امروزه. چای ارل گری یا عطری. دوستان، چای ارل گری همون چای ویژه است که با استفاده از مرغوب ترین اسانس تولید شده توسط شرکت سوئیسی فرمینیخ مخلوط شده و با عطر برگاموت یا همون تورنج به چای عطری شناخته میشه. این چای برخلاف نمونه های مشابه موجود در بازار به هیچ عنوان عطر تند و زننده‌ای نداره و عطر ملایم اون موجب میشه تا عطر و طعم واقعی چایی تحت شعاع قرار نگیره. با توجه به سلیقه شما میتونید این چای خوش عطر رو با چای ویژه مخلوط کنید یا به صورت خالص استفاده کنید. چای ارل گری نیوشا در قالب تیبگ در بسته‌بندی های 20 عددی و 160 عددی نیز ارائه میشه خدمتتون که برای سهولت در استفاده میتونید از این محصولات استفاده کنید. چای سیاه شکسته دارجیلینگ. دوستان، این محصول حاوی 12 عدد تیبگ مثلثی 3 گرمی هست. چای دارجیلینگ نیوشا یه محصول لوکس
حاصل از منطقه دارجیلینگ هندوستانه که به چای سلطنتی معروفه. این چای بسیار گس و قوی هست و از طعمی بسیار بی‌نظیر برخورداره که در شروع روز یا به هنگام خستگی میتونه شما رو به اوج سرزندگی برسونه. برای دوستانی که علاقه‌مند به مصرف قهوه نیستن یا به هر دلیلی مصرف قهوه براشون مناسب نیست، این محصول رو من توصیه میکنم. این محصول میتونه تأثیر مشابه قهوه بر سرزندگی شما بذاره. من بهتون اطمینان میدم یک بار استفاده از این محصول میتونه علاقه‌مندی دائمی شما رو برای استفاده از این محصول به همراه بیاره. چای‌های ایرانی و سبز شرکت نیوشا. این چای‌ها محصولاتی خالص و کاملا طبیعی از باغ چای اختصاصی نیوشا واقع در شهرستان فومن هست. باغ چای نیوشا از معدود باغ‌های مجهز به سیستم‌های کشاورزی و آبیاری مکانیزه هست که تحت نظر متخصصین کشاورزی چای اداره میشه. در این مزرعه برای نگهداری بوته‌ها از سموم یا مواد شیمیایی به هیچ عنوان استفاده نمیشه. این محصولات بدون ذره‌ای از ترکیبات غیر طبیعی رشد داده میشن و پس از برداشت وارد کارخونه نیوشا میشن و مراحل فراوری و بسته‌بندی رو پشت سر میگذارن و به دست مصرف کننده میرسن. چای اصیل ایرانی. این محصول از غنچه و برگ‌های اول و دوم بوته‌های چای تهیه میشه و برگ‌های زیرین و زائده‌های ساقه وارد فرآیند تولید نمیشن. به همین علت این چای یک نمونه منحصر به فرد و کمیاب از چای‌های ایرانیه که برخلاف بسیاری از انواع مشابه چای‌های ایرانی رنگ و عطری قوی و مطبوع داره، همراه با طعمی گس و دلنشین. این محصول تجربه بسیار متفاوتی از چای‌های ایرانی رو برای شما به وجود میاره دوستان و من بهتون پیشنهاد میکنم حتما برای یک بار استفاده کنید. چای ممتاز قلمی نیوشا. چای قلمی از برگ‌های نسبتاً پیچیده، نازک و بلند تشکیل میشه. اواخر فصل برداشت، زمانی که برگ‌های انتهایی بوته چای به دست اومده، این چای رو برداشت میکنن. واژه قلم اشاره به برگ کامل و درشت بوته چای داره. بنابراین با توجه به ابعاد درشت برگ‌ها این چای دیردم‌تر و طعمی گس و دلنشین داره. طعم گس این چای نسبت به چای‌های دیگه خیلی قوی تره. اگه چای ایرانی استفاده میکنید یا نه، در هر صورت من به شما توصیه میکنم برای یک بار این چای رو امتحان کنید و از کیفیت متفاوت اون لذت ببرید. و اما چای‌های سبز نیوشا که به دو شکل، چای‌های فله‌ای و چای‌های تی بگ، در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. همونطوری که میدونید دوستان، چای سبز در حقیقت از خاصیت آنتی اکسیدانی ضد سرطانی بالایی برخوردار هست و برای افرادی که نسبت به چای‌های سبز علاقه‌مندن من بهتون اطمینان میدم چای سبز نیوشا یک تجربه بسیار متفاوت از چای‌های با کیفیت هست. اما دسته دوم، پودرهای قهوه و شکلات فوری. دوستان، کافی میکس ها و هات چاکلت های نیوشا از کیفیت مانند برندهای معتبر خارجی هستند. قهوه استفاده شده در کافی میکس های نیوشا قهوه روبوستاست که از کافئین بالاتری نسبت به قهوه عربیکا برخورداره. کریمر یا همون پودر شیر خشک استفاده شده در محصولات کاملا گیاهیه، در حالی که اکثر کافی میکس ها با پودرهای شیر خشک صنعتی فراورده میشن. بیشتر مردم در استفاده از کافی میکس های بی کیفیت دچار رفلاکس معده میشن، ولی استفاده از این محصولات این عوارض رو نخواهد داشت. طعم این قهوه ها بسیار ملایم و لذت بخشه و فقط با یک بار استفاده از این محصولات کیفیت و تفاوت این محصولات رو متوجه خواهید شد. این محصولات حاوی 20 ساشه 12 گرمی هستند. کافی میکس 2 دری که بدون شکر. این محصول بدون شکر هست و هر ساشه اون فقط 32 کالری داره. کاملا رژیمی هست و بسیار ملایم و لذت بخشه. این محصول مناسب افرادی هست که میخوان از محصولات رژیمی استفاده کنن ولی از لذت قهوه هم بی بهره نباشن. کافی میکس 2 دری که خامه. این محصول بدون شکر هست ولی برای کسانی که به طعم خام علاقه‌مند هستن یا از رژیم کتوژنیک استفاده میکنن بسیار مناسبه. کافی میکس اکسکلوسیو. این محصول حاوی شکره. برای کسایی مناسبه که قهوه رو شیرین میل میکنن. البته شیرینی این محصول بسیار ملایم دوستان، بسیار لذت بخشه و من بهتون اطمینان میدم با استفاده از کافی میکس های نیوشا مطمئن باشین از هیچ کافی میکس دیگه ای استفاده نخواهید کرد.
هات شکلات دارک، پودر شکلات فوری با طعم شکلات تلخ. این محصول از بالاترین کیفیت شکلات برخورداره. نسبت به شکلات داغ شیرین از شکری کمتری برخورداره و استفاده از این محصول توی هوای خنک و سرد یه تجربه بسیار بی‌نظیر رو براتون فراهم میکنه. هات شکلات شیرین، این محصول نسبت به شکلات تلخ شیرین تر هست و برای علاقه‌مندان به طعمای شیرین بسیار جذاب خواهد بود. اما دسته سوم، دمنوش‌های مناسب سلامت عمومی. دوستان، همونطور که میدونید در گذشته به صورت روزمره از دمنوش‌ها و گیاهان دارویی در خانه‌ها استفاده می‌شد، ولی امروزه به دلیل سبک زندگی متفاوت، وجود مشغله‌ها و مسئولیت‌های متفاوت و نبود زمان، استفاده مردم از این گیاهان دارویی خیلی کمتر شده. در این راستا نیوشا این دمنوش‌ها رو به صورت بسته‌بندی و کیسه‌ای تولید کرده تا با سبک زندگی امروز تطابق داشته باشه و چند مدل از دمنوش‌ها رو همیشه همراه خودتون داشته باشین و مصرف کنین. نیوشا طیف گسترده‌ای از دمنوش‌ها رو به طور خالص یا ترکیبی تولید کرده که همگی از با کیفیت ترین محصولات و به صورت ارگانیک تولید شدن و در 3 شکل 20 عددی کیسه‌ای، 12 عددی مثلثی و 2 پک 100 گرمی در اختیار شما مشتریای عزیز قرار داده میشن. شما میتونید تمام این دمنوش‌ها و خواص اونها رو در کاتالوگی که براتون ارسال میشه مشاهده کنید. دوستان، در صورتی که مسئله‌ای در سلامتی خودتون دارید، مثل اضافه وزن، مشکلات گوارش، استرس‌های عصبی، آرتروز یا هر گونه موارد دیگه، از معرف خودتون بخواید تا شما رو به کارگاه سلامتی مربوط به عارضه مورد نظرتون دعوت کنه تا از دیدگاه طب سنتی توسط متخصصای ما با این عارضه و روش درمان اونها آشنا بشید. در صورت تمایل میتونید از پکیج های دمنوش های مناسب خودتون استفاده کنید. ولی در اینجا چند دمنوش رو که بیشتر به صورت روزمره استفاده میشه به شما معرفی میکنیم تا در صورت تمایلتون بتونید اونها رو تهیه کنید و به صورت روزمره استفاده کنید. دوستان، قبل از معرفی محصولات این نکات رو در نظر داشته باشید. یکی اینکه بر روی تگ هر دمنوش یا چای زمان لازم برای دم کامل مشخص شده. دمنوش رو توی آب جوش قرار بدین، درب لیوان رو حتما بگذارید و از تکون دادن تی بگتون پرهیز کنید و اجازه بدید تا در مدت زمان مشخص شده دمنوش شما به حد اکثر کیفیت خودش برسه. و اما نکته دومی که مصرف دمنوش ها در طول شبانه روز به سلامت عمومی شما بسیار کمک میکنه. بدن شما رو به سمت پاکسازی و تعادل مزاج میبره، اما بدون مشاوره و چکاپ از یک دمنوش به تعداد زیاد و به صورت طولانی و مداوم حتما استفاده نکنید. اما بریم سراغ معرفی دمنوش ها. دمنوش ریز میوه‌های قرمز. این محصول به شکل 2 پک 100 گرمی تولید شده و ترکیب 6 میوه و گیاهه که شامل کرنبری، توت فرنگی، زرشک سیاه، آلبالو، چای ترش یا روز چینی و تمشکه. این دمنوش بسیار خوش طعمه. میتونید به صورت گرم یا به صورت سرد همراه با عسل استفاده کنید که طعم بسیار لذت بخش، یک شربت بسیار سلامت به شما میده. میتونید برای استفاده خودتون یا پذیرایی ازش استفاده کنید. تأثیرات اصلی این محصول روی بهبود عملکرد قلب و عروق و سیستم گردش خون شماست که با یک بار استفاده در روز میتونید از بیماری های خونی، سکته ها تا حد بسیار زیادی جلوگیری کنید و پاکسازی فوق‌العاده‌ای در سیستم خونی خودتون به وجود بیارید. معجون رویایی. همونطوری که از نام این محصول مشخصه، تأثیر اصلی این محصول روی کاهش اضطراب و استرس و افزایش آرامش و همچنین یک خواب آرومه. نتایج این محصول شما رو شگفت زده میکنه دوستان. دمنوش به. مصرف روزانه از این دمنوش تا حد زیادی باعث پاکسازی مجاری تنفسی و ریه شما میشه. عطر و طعم لذت بخش این دمنوش که باعث شده از گذشته تا امروز جز نوشیدنی های گرم رایج مردم ایران بشه، قطعا میتونه یک نوشیدنی بسیار لذت بخش جایگزین چای برای شما بشه. دمنوش ترکیبی گلگاو زبون، بهلیمو، زیرفون و سنبولتی. این محصول که به دمنوش 4 گیاه در بین ما نیوشایی ها معروفه، تأثیر اصلیش رو روی کاهش اضطراب و استرس و ایجاد آرامش و یک خواب آروم به شما نشون میده.
دوستان بهتون پیشنهاد میکنم از این محصول قبل از خوابتون استفاده کنید و از تأثیر بسیار زیاد اون روی ایجاد یک خواب لذت بخش بهره مند بشید. مطمئن باشید جزء محصولاتی میشه که توی سبک زندگی روزانه شما قرار میگیره. دمنوش نعنا فلفلی خالص و ترکیب نعنا فلفلی و چای سبز. تأثیر اصلی این محصول روی بهبود عملکرد معده و سیستم گوارش شماست. تا حد زیادی باعث جلوگیری از رفلاکس، نفخ معده و هضم بهتر غذا میشه. این نوع خاص نعنا که به نعنای فلفلی معروفه باعث شادابی و سرزندگی بسیار زیادی در شما میشه. دمنوش زوفا و چای سبز. تأثیر اصلی این محصول روی بهبود عملکرد مجاری تنفسی و ریه هست. همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن شما رو به خوبی انجام میده. مصرف این محصول در بهبود بیماری‌های ریوی، سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا به صورت شگفت آوری زیاد هست دوستان. تأثیرش اونقدر زیاده که حتی با 2 تا 3 بار مصرف به صورت مستقیم شاهد نتایج اون و تأثیرات اون روی سلامتی خودتون در طول این بیماری ها هستید. دمنوش جنسینگ، چای سبز و پودر عسل. دوستان این محصول نیوشا از بهترین و گرونترین نوع جنسینگ دنیا که به جنسینگ کانادایی معروف تولید شده. مصرف روزانه این دمنوش تأثیر بسزایی در تقویت نیرو، قوای جسمانی و قوای جنسی افراد داره. دمنوش رز چینی یا چای ترش. این دمنوش از طعم ترش و عطر لذت بخشی برخورداره. مصرف روزانه اون باعث پاکسازی کامل دستگاه گردش خون شما میشه. تأثیر بسیاری بر روی تسریع کاهش وزن داره و جلوی سکته های قلبی رو میگیره. از گرفتگی عروق خونی شما جلوگیری میکنه. اما بریم سراغ چای‌های ترکیبی یا همون فانتزی. چای‌های ترکیبی سیاه نیوشا با طعم‌های فانتزی محصولاتی هستند برای سلیقه‌های طعم‌های جدید. چای پرتقال. چای پرتقال که ترکیبی از چای سیاه و پوست پرتقاله. این چای بسیار خوش طعم و خوش عطر دوستان و مصرف روزانه اون برای خانم ها باعث کاهش دردهای قاعدگی میشه و خواص ضد میکروب داره. چای توت فرنگی. چای توت فرنگی ترکیبی از چای، توت فرنگی و اسانس طبیعی توت فرنگیه. این چای طعم و عطر توت فرنگی رو به صورت کامل به شما منتقل میکنه و برای علاقه‌مندان به طعم توت فرنگی بسیار لذت بخش خواهد بود. چای تمشک آبی یا بلوبری. این محصول پرفروش‌ترین محصول نیوشاست و دلیل اون طعم بسیار لذت بخش و تأثیر آن بر روی کاهش وزنه. دوستان چای بلوبری مستقیما روی آب شدن چربی های اطراف شکم بسیار تأثیر گذاره و افرادی که اون رو به صورت روزمره استفاده میکنن نتیجه این محصول رو به صورت مستقیم خواهند دید. چای وانیل. دوستان این چایی از طعم بسیار بی‌نظیری برخورداره. میتونید اون رو در کنار شیر مصرف کنید که به چای انگلیسی معروف هست. چای، وانیل و شیر. مصرف این محصول با کیک و شیرینی بسیار لذت بخش خواهد بود براتون و تأثیر قابل توجهی بر روی شفافیت و تراوت پوستتون داره. دوستانی که برای پوستشون خیلی ارزش قائلن میتونن این محصول رو در کنار دمنوش آلوورا و عسلمون با هم استفاده کنن و نتیجه حیرت آورش رو روی پوست خودشون ببینن. اما بریم سراغ چای‌های ترکیبی سنتی. چای زعفران. این چای از زعفران کاملا طبیعی تولید شده و بر روی سرزندگی و شادابی شما بسیار موثره. ترکیبی از چای و زعفران طبیعی. وقتی که این چای رو دم میکنید خودتون شاهد رنگ و عطر خالص زعفران هستید که بسیار براتون لذت بخش خواهد بود. چای هل. این محصول ترکیبی از چای و هل مرغوب هست که بر روی بهبود عملکرد معدتون بسیار مؤثره و استفاده روزمره از اون میتونه معدتون رو به حد اکثر سلامتی برسونه. چای دارچین. این محصول ترکیبی از چای و دارچین مرغوب هندی هست که برای تنظیم قند خون و فشار خونتون بسیار مؤثره. دوستان تفاوت زیادی بین دارچین ایرانی یا دارچین های دیگه با دارچین مرغوب هندی وجود داره که استفاده کردن از این محصول این تفاوت رو به شما به خوبی نشون میده. اما بریم سراغ چای زنجبیل. این محصول ترکیبی از چای و زنجبیل مرغوبه برای تنظیم قند خون،
فشار خون و کاهش وزن بسیار مؤثر هست. از دمنوش‌هایی که از قدیم ایرانی‌ها استفاده می‌کردن و مصرف اون میتونه خیلی روی گرم کردن معده و مزاج کلی شما تأثیر بذاره. چای بادرنج‌بویه. این محصول ترکیبی از چای سیاه و گیاه بادرنج‌بویه هست که به چای فرانسوی هم معروفه. این محصول روی کاهش اضطراب و استرس و افزایش آرامش شما بسیار مؤثره. چای بهار نارنج. چای بهار نارنج به دو شکل ترکیبی چای سبز و بهار نارنج و چای سیاه و بهار نارنج در محصولات نیوشا وجود داره. این محصول نیز روی کاهش اضطراب و استرس و افزایش آرامشتون بسیار مؤثر خواهد بود. چای سیاه و نعنا. این محصول ترکیب از چای سیاه و نعنا هست که بر روی عملکرد دستگاه گوارشتون و تسکین سرماخوردگی بسیار مؤثر هست. چای ماسالا. این محصول به شکل 2 پک 100 گرمی تولید شده دوستان و ترکیب چای، میخک، هل، دارچین و زنجبیل هست. چای ماسالا در بسیاری از نقاط دنیا شناخته شده است. در کشورهای غربی کلمه چای هندی بیشتر به نوعی از نوشیدنی معطر و خوش‌طعم اطلاق میشه که به چای ماسالا معروف شده. چای ماسالا نوعی نوشیدنی شیرین و تند با طبع گرم و با عطری خاص هست. چای ماسالا به صورت بومی در هند با شیر مصرف میشه، یعنی مقداری از چای ماسالا رو در شیر میریزن و اون رو میجوشونن. اما چای ماسالای نیوشا رو شما میتونید بدون شیر هم مصرف کنید. دوستان دقت کنید این چای باید کاملا دم بکشه و مصرف اون در صبح باعث افزایش انرژی و سرزندگی شما و همچنین درمان معده شما خواهد شد. این محصول از نوشیدنی های بسیار محبوب مشتریای عزیز شرکت نیوشا هست. چوب دارچین. این محصول به شکل 2 پک 60 گرمی تولید شده و از بهترین نوع دارچین هندی بسته بندی شده. عطر و طعم بسیار خاص این محصول تجربه متفاوتی از دارچین رو در اختیارتون قرار میده دوستان. و در نهایت میکس باکس نیوشا. همونطور که ملاحظه میکنید این یک جعبه از دمنوش‌های متنوع نیوشا هست که میتونید به صورت روزمره از اون استفاده بکنید. همینطور برای پذیرایی از مهمان هاتون از اون استفاده کنید یا حتی در قالب یک هدیه بسیار ارزشمند به دوستانتون ارائه کنید. در صورت تمایل میتونید از معرف خودتون بخواید که دمنوش های مورد نظرتون رو در این باکس قرار بده و تنوع دلخواهتون رو داشته باشید. در نهایت بسیار ممنونم که توی این ویدیو همراهمون بودید و تا انتها با این محصولات آشنا شدید. درود به شما و وقتتون بخیر.